سلام. من داشتم سایت یوتیوب I love you. اینجوری فکرم سابسکرایب بیشتر. آره زودتر مانیتایز یوتیوب عشق منی بگی. آقا یوتیوب ایشون چیز نجسی دستش داره. داداش سیگار نجسی. باشه یوتیوب اسباب بازی اسموک. خب دیگه ما گفتیم که ویدیومون تون به تون سری پشت سر هم بیاد داریم همینجا ضبط رو میگیریم. کمر دیگه لگیر. داشت 2 تا قهوه خریدیم. بعد پولش در میاد. طبق یه دقیقه وایسی من بیام بیرون. نظرات تحلیلات مثلا شما اینجا رو نمیبینید، مثلا من دارم اینجا خروج میکنم نمیبینید، مثلا اینا رو ندیدید. خب اصلا حواستون باید به من. خب مریم نوشته که آقا تموم شد اومدی کامنت ندارید. خب طبق تحلیل قرار تو این قسمت راجع به یونیک صحبت شدم بری طوفان رفتیم طوفان با چیز آروم خیلی عادی توضیح بدیم. خب الان رسیدیم سر مبحث ایرنیک یا همون NIC. ایرنیک تو قسمت قبلی بهت گفتم محیطش عوض شده و من خودم هم جدی دارم میگم ممکنه گاف بدم، چون با این محیطی که الان شما دارید میبینید منم برای اولین بار دارم دیدار میکنم. عرضم به خدمتتون که میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری با همدیگه یه دونه ایرنیک قرار با چالشش با همدیگه مواجه بشیم. بازدارو دارید داداش؟ ماشاءالله. فرداش میری هر روز ساعت 7 صبح. خب این صفحه ایرنیک بهت گفتم تو قفه دفعه قبلی، یه بار دیگه بازش میکنم. اینجا بنویسم nick.ir اینتر وارد ایرنیک میشیم. حالا فعلا دامینش اومده روی اونجا بودید که گیر کرده بودید. یه ساعت رفتیم هاستو دامینو خریدیم یو استوب شد گیر کردی. ما گفتیم سریع این ویدیو رو ضبط کنیم که بریم اول اینجا تو ایرنیک کدمون رو بگیریم، این کد رو بگیریم ببریم هاستو دامینمون رو بخریم. آفرین. چقدر خوب توضیح میدم. روی ثبت نام کلیک میکنیم بالا. اینجاست. این صفحه باز میشه. اینجا یه توضیح مختصر مفید دادم، الان دوباره میدم. ثبت نام کردن واسه چند قشر مختلف یه سری مزایا و معایب مختلفی هم داره. این میزه داره تکون میخوره هی تو زیاد دستتون ندم. چشم. اینو رو خیلی آروم مجسمه بابا. ثبت نام کردن با چند تا قشر مختلف یه سری مزایا. یه ذره نمیشه بدم بالاتر حس کنم مثل ما نیست. شما تاج سر قرونت دور سر بگیرم خودش خیلی ثبت نام کردن. یعنی این موضوع 3 بار گفتم ببین خودش به خودش گیر میده. بعد شما این تو ثبت نام توی شخص حقیقی نه میخوام بقیه‌ام بگم. اگر تو شما شرکت داری یا مؤسسه نوشته دی منم روش میکنم. اگر اینا رو داری خب میتونی یه سری دامنه‌های اضافه بگیری. بچه‌ها ازت میخواد مثلا روزنامه. آفرین. خواستم دقیقاً همینو بگم. اینطوری نیست که من بگم که خب بذار شرکت ثبت کنم چی بچه. نه، اگر میخوای شرکت ثبت کنی با شرکت ثبت شده داشته باشی، روزنامه رسمی داشته باشی و یه سری مدارک خاص خودت که من نمیدونم دقیقاً. وزارت خونه بخوای باشی همینطور مدارک خاص داره ازتون مدارک میخواد. همیشه مثلا روزنامه چیزی روزنامه رسمی بعد بری از دکه روزنامه بخری. نه واسط صادر میشه دیگه، اسم شرکت تو اطلاعات همه تو مثلا همیشه دقیقاً این همیشه روزنامه برات میارم. خب یه روزنامه هست کلا خب که همین شرکتایی که ثبت میشن توی اون هست. امروز مثلا فلان شرکت تأسیس شد و تو اونو بعد بگیری داشته باشی. قشنگ. آره. بعد وزارت خونه سازمان یه شرکت دولتی مثلا یه سری مدارک خاص خودش داره، ولی خب دامنه مثلا جی او وی داتایا رو بهتون میده، همون گاورمنت داتایا رو بهتون میتونید مثلا بخرید. ولی مثلا دامنه داتایا دات ایران هم بای دیفالت همشون داره. مرکز ایران جدیده؟ نه خیلی وقت بوده ولی زیاد خواهان نداره. داتای آر دیگه. مثلا آموزشی و مثلا چی میگن شرکت نه دیگه مؤسسه. آره مؤسسه مثلا آموزشی مدارس اینا نوشته وزارت. مثلا میتونی آکادمی داتایا رو بگیری یا ارگان داتایا رو بگیری یا اسکول داتایا. اسکول مدرسه ولش یوتیوب I'm fine thank you and yes. ما همین شخص حقیقی میریم جلو. 3 تا دامنه این که 2 تاست 3 تا دامنه میتونی بگیری داتایار دات ایران دات آی دی داتایار میتونیم بگیریم.
مدارکی از هم میخواد عکس کارت ملی مونه و یه سری اطلاعات جلوتر الان بهتون میگم. روی ادامه کلیک می‌کنید. اطلاعاتش خیلی مهمه بچه، یه سری چیزا که حالا بعداً توضیح. مرسی از لطفت که یه سری چیزا رو یادآوری کردی که بعداً توضیح. نه این مواردی که الان بهتون میگه خیلی مهمه، باید حتما دقیق وارد بکنید. اینجا کد ملی از ما میخواد. قبل از اینکه کد ملی خودمون رو وارد بکنیم این نکته رو در نظر بگیر، تویی که داری این ویدیو رو میبینی اگر میخوای تو یونیک ثبت نام بکنی از سنت مثبت 18 سال باشه. اگر حتما 18 سال به بالا باشه. اگه نبود چی؟ خیلی از این اعضای خانواده‌مون که الان ویدیو ما رو میبینن شاید 16 ساله میخواد تریسای یاد بگیره. مشکلی نداره. من خودم از سن خیلی پایین شروع کردم. من اون زمان با اطلاعاتی داداش ثبت نام. شما هم میتونید یه داداش خواهر یا مادر یا پدری اطلاعاتشون اینجا وارد بکنید و ثبت نام به نام اونا بکنید. گفتش پسرم دخترم قراره چیکار بکنی؟ نه من اطلاعات بهت نمیدم فلان. بگو این یوتیوب حسام و حامد خوشگل بلا سابسکرایب کنید. ایشون داره آموزش میده، میخوام سایت بسازم، میخوام آموزش ببینم، میخوام پول در بیارم. تموم شد. نه قراره همه چی همین داداشام بهم آموزش بدن کامل، بعد اون موقع دیگه اطلاعاتشو بهتون میدم. مرسی. بسیار عملی. و کد ملی پدر مادر یا خواهر برادر یه نفری باشه که بعدن 4 روز دیگه اون دامنه‌ای که خریداری کردی برندت بود نمیدونم هر چیزی بتونی ازشون بگیری. مثلا میگم رو حساب کاربری رفیقت باز نکنی، 4 روز دیگه مثلا برندت مطرح شده، مثلا دامنت گرون قیمت شده، مشهور شده، اطلاعات به نام یکی دیگه است و اون طرفم دیگه بهت نمیاد. آره نه باید شخصی باشه که به شما خیلی نزدیکه یا سایتت خیلی مثلا دامین، حالا اینو مثال دارم مثلا دامین دیجیکالا خدات میلیارد تومان الان پولشه. سایت یهو دیدی سایت شما هم قوی شد، شما اینجا به آموزش اینستاگرام میدیم، آموزش طراحی سایت داری یاد میگیری، پول در آوردن هم جلوتر بهت یاد میدیم چجوری معروف بشی، بعد سایتت یهو میاد بالا، اطلاعات دست یکی دیگه است. اینا رو خیلی حواستون باشه. اطلاعات حتما برای اشخاص نزدیک، خواهر برادر، کسایی که واقعا بهشون اعتماد دارید. آفرین. خب اینجا کد ملی وارد می‌کنی. من کد ملی خودم وارد می‌کنم، تار می‌کنم عزیزم، چون این بحث ثبت احوال اگر تو درست نزنی اصلا ادامه نمیده. پس من مجبورم که کد ملی بزنم برای تار واقعی. بعد دست من اگه ما تار می‌کنیم ما با هم خانواده‌ایم، ما اصلا داستانی ما نداریم، ولی خب دیگه تار می‌کنیم. هست حالا شما شاید آدم خوبی باشی، یه نفر از میاد استفاده می‌کنه. نه یوتیوب I'm fine thank you. همه ما کاملا خانواده‌اند دیگه. خب شاید یه نفر خانواده نبود، من کد ملی ما رو برد داستان من دوستشون حتی اونا رو اشکال نداره. حالا من تار میکنم. بیا آخر زدم تار کرد. روی ادامه کلیک میکنم یعنی بعدی. ببین گیر داد گفت با این کد ملی تو قبلا ثبت نام کردی. فکرم آمریکایی تو پیچوندم فهمید. از اول به این چش داشت. من سوسکی کد ملی داداشو میزنم تاره، نگران نباش. تو از قدیم الایام سوسکی کد ملی ما رو زدی واسه خود سایت آوردی بالا، ما نمیدونستیم. خب خدا رو شکر باهوش بود، خیلی باهوش بود. خب بچه‌ها میگه که یه ایمیل وارد کن. من یادم نبود یه ایمیل قبل آورده بکنم. خب یه لحظه یه پاز کوچیک داشته باشی. یه دقیقه یه پاز داشته باشی. یه پاز. بریم یه ایمیل سریع بسازیم. یه پاز. مرسی خداحافظ. من اومدم سریع رفتم یه ایمیل بستوندم اومدم. سوسکی یه ایمیل قبل داشتیم اونم تار کنم. ببین کاراتو. ببین آقا یوتیوب I'm fine see you کامپرشن کنیشونو، چون باز داره عربسک بازی می‌کنه. عاشق انگلیسی حرف زدن مسلط ولی خدای من از تو قوی‌ترم. یوتیوب I am a اسباب بازی. اینجا ایمیل رو میزنم ولی من تار میکنم. آفرین برو کف. چی بود یه دقیقه قبل اینکه تار کنم میدونم چی بود. عاشق آموزش دادنتم ماشاءالله. سبک جدید و نوین رو تو یوتیوب داریم استارت میزنیم. خب پیداش کردم. تار کن. تاره. خب من روی ارسال کد کلیک میکنم. پس اینجا اومدیم ایمیلمون یه ایمیل داشتیم وارد کرد که شما نداشتی باید یه صد بسازی. خب حالا ایمیل جیمیل یاهو ماهو هر چی داری اینجا وارد کنه یه کد واسط میاد دیگه. من کارا رو انجام بده. خب الان توی ایمیل یه کد تایید میفرسته. الان شما تاره همچنان تاره. شما میری تو ایمیلت منتظر میشی کد برات بیاد. اگر اومد خائن اومد بچه متن با اینجا تار نیست.
دیگه خب تو من بزنم که دیگه نمیتونی تو بزنی. خواهش میکنم تو هم اینجا هم تار کن، تو که کلا ما رو کم مونده شطرنج. من چون انگلیسیم خیلی خوبه انگلیسیشو میخوام شما فارسی بگوش. hello conversation user درست. your verification codezations 978707 این کد من. ماشاءالله زیرو رو بلده. بعد کد کپی کردم اومدم اینجا روی کد تایید میزنم و سامپرشیوزش کردم. الان من حالا زیاد نمیخواد از کلمات انگلیسی استفاده کنی. اینجا مواردی که خیلی مهمه. خب یه ذره جدیشم که بریم تو بحث آموزش. لطفا مقادیری که این ستاره قرمز رنگ بغلشون هست فقط پر بکنید، مابقیشون مهم نیست. پر کردین هم مشکلی نداره، پر نکردین مشکلی نداره. مقادیر اینایی که ستاره داره مقادیر رسمه اینجا هم نوشته دیگه، گفته که دقت زیادی داشته باشید. درست. این صفحه شرایط ضوابط هم چیز زیاد میخواد. دقیقاً. خب اینجا نوشته نام لاتی تو بگو. چیزه لاتینت اسقر. نام لاتین. نام لاتین یعنی انگلیسی دی، همون کاری که تخصص منه. میزنم حامد سرفیژیونیشن. خانوادگی چیه؟ نامی. اوکی. نام اگر پسفند پیشفند چیزی داره من دارم. خب اینجا وارد نکردم چون که من قرار نیست ثبت نام بکنم، ولی شما اگه قراره ثبت نام بکنی حتما باید پسفند پیشفند داشته باشی. اسم و فامیل مثلا سید حامدی باید حامد نامی اسرم. خب الان حالا با لاتینش کاری ندارم، پایینتر داره فارسیشو. اونجا هم یعنی تو انگلیسی هم باید بزنید سید حامد. بله درست. چون تمام اطلاعات شما متصل به وزارت اطلاعات. نه بس یوتیوب تانک یو چیز یعنی معذرت بخوام وزارت تانک یو بس ثبت. آره یعنی کد ملی تو که میگی اونا اطلاعاتو میارن، زمانی که اینجا پر میکنی مغایرت میگیرن با اطلاعاتی که اینجا میدی با ثبت احوالت اومد یکی باشه. آره همین کلمه خودم فارسیش تموم شد. پس من این دوتا رو وارد میکنم. سازمان ستاره نداره. آیا سازمان لاتی چیزی دارید اینجا بنویسید یا سازمان معمولی دارید اینجا؟ سازمان ما نداریم، ما یه شخص حقیقی میخوایم اینا رو رد میکنیم. نشانی پستی اینجا اطلاعات بگو. گفته ایران. استانتون کجاست؟ تهران، قزوین نه ثبت نام نکنید. نه حالا بیشوخی استانتون رو وارد میکنید. شهرتون همه اینا به لاتیا چی لاتینه. شهرتون لاتین یعنی اینجا دیگه باید انگلیسیه رو بنویسید. آره انگلیسی بنویسید. نشانتون البته اینجا خودش ایران انگار فارسی گذاشته. نه اون اصلا نمیتونی تغییر بدی. تهران فارسی، شهر نمیدونم دوره اینجا تهران فارسی. خوش برات نمونه اینجا یه ایتالیا خارجی باشن اطلاعات خارج هم تغییر شده. کد پستی. خب کد پستی اینجا باید دقیقاً کد پستی محل سکونت. محل سکونت. نشانی نیازی نیست بری خارجکی بنویسی مثل من بنویسی خارجی، نه نیازی نیست. همون اطلاعات مثلا میگم خونتون، آدرس خونتون رو به صورت انگلیسی بنویسید، سخت نگیر. این یه قسمت نشونی ولی بقیه‌اش اوکی. تلفنتو وارد می‌کنی. این ستاره نداره باش اصلا کاری نداره. یه چیزی که اینجا ببخشید من یادم افتاد، یادمه که خطشون باید به نام اون کد ملی مرسی باشه. واقعا ممنون. نکته خیلی مهمیه گفت چون من واقعا یادم رفته. تلفن باید ادیتور حساب تلفن شماره موبایلی که وارد می‌کنی به نام همون کد ملی که ثبت کردی، مثلا کد ملی خودت که بعد به نام خود بشه. این خانواده یه سریا اگر سنشون پایین 18 مثلا میخوان کد ملی مادر رو وارد بکنن، باید شمارهشون به نام خود مادر باشه. یعنی اگه ایرانسل باید به نام مادر باشه، یعنی شمارت باید به نام خودت باشه. حالا با هر شخصی که داریم اطلاعاتو میذاری شمارهش باید به نام خودش باشه. این خیلی مهمه. به نامت نباشه اینجا اجازه بهت نمیده. کاملا درسته. پرسش محرمانه که از مهمترین چیزاست. یعنی هر چیز دیگه اون بالا من گفتم مهمه ولش کن چون این از اون مهمه. پرسش محرمانه خیلی واجبه. اینجا رو قشنگ گوش بده. یه سوال من حالا قبلا این سوالا رو این پایین گذاشته میتونیم کپی کنیم پیست کنیم. الان سوالا رو گذاشتم تو دیگه. یه سوال خودت یه سوال بنویس. هر چیزی مثلا بنویس سلام. حالا مثاله ها. خب سلام. یه سوالی اینجا مینویسی که این سواله رو باید یادت بمونه هر چی که مینویسی. خب مثلا خودش نوشته چی شما این بارسون خیلی خوبه. نوشته اسم اولین مدرسه چی بوده. خب سوالیه که این پشت خودش نوشته.
بعد پاسخش هم نوشته البرز، چون میگه اولین مدرسه‌ای که من رفتم اسمش البرز بوده. بعد اینجا نکنید زیر پاسخ چی نوشته نشه، این فیلد نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساس نمی باشد. دقت بکن الف اولشو یعنی ایشو بزرگ نوشته، شما چه بزرگ بنویسی چه کوچیک بنویسی بعدن هیچ مشکلی نداره. پاسخ رو اینجا این سوالا یه سوال باید برای خودت طرح بکنی، یه جواب هم باید برای خودت بذاری. مثلا شما بنویس سلام، خب نه بذار درست بنویسم. این سوال خیلی ساده است خب، ولی مثال میگم اسم مادرم، باید فقط اسم مادرم با علامت سوالی که اینجا داری مینویسی و خب همین اسم مادرم رو روی کاغذ همین شکلی که اینجا وارد کردی توی اون مینویسی، توی اون کاغذ جوابی هم که اون برداری میدی هم همون شکلی اونجا مینویسی، اون کاغذ رو میذاری لای مدارک تو گاف صندوق. نه کاغذ رو تا کن بخور همیشه با این نه شما یوتیوب I'm fine thank you. و این که شما این کاغذ خیلی مهمه. این کاغذ تو شما هر وقت خدای نکنه این عینی که حالا سایت هر چیزی اصلا زمینش یه روزی به مشکل بخوره، اصلا به اینا هم مثلا کاری نداره. شما 2 دقیقه دیگه جلوتر میخوای وارد بشی میگی جواب بده، اصلا سوالتو ازت میخواد، ولی یه روزی خدای نکرده داستانی به وجود ما فقط با این سوال و جواب میتونی سیستمتو دوباره برگردونی. اوکی؟ پس اینو حواستون باشه. حالا بعد از ساخت این هم باز این سوال و جوابو در آخر ازت میپرسه که حالا جلوتر داداش بهتون میگم. کاملا درسته. پاسخ محرمانه ازتون میخواد. پاسخ محرمانه یعنی پرسش محرمانه جوابش. اسم ما هم البرز. خب اسم مادرتون نوشته همین جا داره مینویسه شما ولی دقیق بنویسید. بعد این پایین بچه‌ها این قسمت حریم خصوصی خیلی مهمه. نوشته رابطهای مجاز. یه توضیح بهتون بدم یعنی چی. ما دامنه هامونو قرار از نمایندگان فروش بخریم. اینجا نوشته یعنی چی؟ یعنی مستقیما ما خودمون از این خرید نمی‌کنیم. چرا؟ چون این دردسر نامه بازی داره. ما واسه اینکه اینا رو دور بزنیم و یه ذره آسوده‌تر بریم میریم از نماینده میگیریم و این گزینه هم اضافه بکنم و اون نماینده‌ای هم که داره نماینده الان همون هاستودامینی که ما داریم می‌خریم، مثلا همون پارسپکی که نماینده پارسپک نماینده ایرنیک یعنی زیر نظر ایرنیکه. و اینم بگم اون نماینده چی میگن محض رضای خدا کار نمیکنه، اونم داره سودشو میگیره. یعنی از مستقیما از ایرنیک شما بخرید ارزونتر میشه، مثلا 8 تومن 5 تومن بس. زیاد اونجوری تفاوت نه، ولی خب نماینده بالاخره داره نمایندگی میکنه، کار درصد آسونتر میکنه، یه مبلغ کوچیکی هم میگیره که به نظر من مقبوله، خیلی ناچیز. آره پس رابطهای مجاز اگر بذارید خصوصی یعنی فقط خودتون از ایرنیک میتونید دامنه بخرید. اگر بذارید آزاد برای نمایندگان فروش که باید بذارید، یعنی هم خودتون میتونید بخرید هم نمایندگان خود ایرنیک که میشه همین پارسپک و همسالی مثل پارسپک هم میتونن به اکانتتون نه که دسترسی پیدا کنن، یعنی به همون نیک هندلی که جلسه قبل گفتیم میتونن با اونو ازتون بگیرن و دامنه رو به نامتون بزنن. آزاد یعنی چی؟ یعنی من حامد داداش یا هر کس دیگه میتونه دامنه به نام شما بخره. خب الان به ظاهر میگه خب خوبه دیگه، یارو میره یه دامنه میخره به نام من، بعد اون دامنه معروفش من پول دارم. نه، من میام یه دامنه میخرم من میام یه دامنه میخرم به نام شما، میرم اون دامنه رو نمیدونم باش کلاهبرداری میکنم فلان میکنم، بهمان کسی نمیاد منو بگیره که میگن این دامنه مال کیه، میگم مال فلانی، میگه بگو فلانی بیاد. بعد اون موقع شما میمونی و حوزت. پس اینو بذار برای آزاد برای نمایندگان فروش، فقط همین کافی. اینجا میگه که امضا، میگه نام خانوادگی تو بنویس، حامد نامی. روی بازنگری من کلیک میکنم همش خب اینا رو پر کنم تهران من اینا رو دارم الکی وارد میکنم، تو وارد نکنی. حالا میره تو داری الکی وارد فکر کنم بره تهران پلاک هفت اینجا تاریخ شده. شما هم برنامه مزاحمت ایجاد کنید، شما رو برابر زنگ بزن. بازنگری. ببینید تمام اطلاعاتی که اونجا مطرح کرده بودی تو این لیسته اینجا واسط اومده. داداش گفت رو کاغذ یاد داشت و من گفتم به شوخی بردار بخور. نه، از روی این صفحه شما میتونی یه عکس بگیری. تمام اطلاعاتی که وارد کردی و اینجا داره واسط
نشون به بده. غیر از اون کاغذه اسکرین شات هم بگیر. آره ذخیره بکن تو گوشی تلگرامی. تو گوشی نه یا خدای نکرده اطلاعات مثلا من خودم به شخصه یک سری اطلاعاتی که میخوام تو چند جا دسترسی داشته باشم یا هر چیزی یا ایمیل میکنم خب یا تو تلگرام میفرستم. تلگرام یه خوبی که داره اطلاعات تو هم قهوه منه نه انقدر همش با مول من فرق میکنه. مثلا تو تلگرام میفرستم همه جا دسترسی دارم. تلگرام میزنم میاد بالا و فایلام هست یا ایمیل میکنم. ایمیلام یه یوزر پسورد میزنم دیگه. آره متوجه شارژ لپتاپم داره تمام میشه. اینو بذارم رو پاور. خب بعد پس اینجا اطلاعات آورده یه اسکرین بگی یا ایمیل کن. فقط جای درست نگهش دار دیگه، چون اطلاعاتی که اینجا هست و این نفر مثلا من داشته باشم میتونم به اکانت دسترسی داشته باشم. هزارها داستان بردارم رو تایید و ادامه که بزنید اکانتتون ساخته میشه. من از این جلوتر نمیرم. شما رو تایید ادامه بزنید و دیگه فکر نمی‌کنم مرحله سخت‌تری داشته باشه. هیچ چیزی نداره. بعد عرضم به خدمت. این چقدر طول میکشه براشون ساخته بشه؟ در لحظه، یعنی تایید ادامه بدی اینجا در لحظه پس اکانتتون ساخته میشه. وقتی که ساخته شد توی اون قسمتی که گفتی نتیجه چی میخواد بزنم بسازه؟ ببین اگه جلو میره الان بزنم. خب جلو نمیره. خب اینجا یه سایتیه که کد ملیتون رو وارد میکنید. اینجا همون جایی که گفتم میره با ثبت احوال برابری میکنه. اینجاست کد ملیتو میزنی. خب بعد نوشته که من به یه سری از موارد هویتی تو نیاز دارم، شامل شماره شناسنامه، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد، وضعیت حیات، شماره موبایل و فلان و بیسار. و شما شماره ملی تو که بدی اینم پر بکنی، تایید ادامه رو بدی، این اطلاعات تو که اینجا نوشته رو به سایت ایرنیک برمیگردونه، جوابشو برمیگردونه. بعد اونجا با اطلاعاتی که شما وارد کردین مطابقت میدن. اگر اوکی باشه ثبت نام با ما. خب این مراحل هم سریع انجام میشه دیگه. آره اینم در لحظه است. یعنی ادامه رو بزنید اینجا همینجا میتونن اطلاعات رو وارد کنن. نه اینا قبلا بود. نه چقدر قبلا اومدن کلاهبرداری کردن با دامینای مختلف دیگه اینا اومده. اینجا کد شما فقط نیاز اینجا کد ملی تو وارد بکنی. یه کد امنیتی داره به اسم 833463. اینم وارد میکنی. به اینجا اصلا دست نزن. تایید ادامه رو که بزنی یه سری اطلاعاتی که اونجا میخوای من بزنم برم من بزنم دیگه. پله داریم جلو میریم. خب شما رو نمیذاره. میگه باید ثبت نام کنی اینجا. حالا خوب شد اومدیم. اینجا میگه باز کد ملی تو بزن. اینا واقعا چیز جدیده. ما خودمون بار اول داریم. اینقدر سخت میگه شماره همراه تو بزن. این شماره همراه به نام اون کد ملی. آره کاملا فارسی. هر چی که اطلاع داد میخواد بهش بده. در هر سایت میخوای بری با بیت کاری نداری که باشی. هیچ کاری عقب میندازی. ثبت هم کردی برایش گفتم دیگه. بس کن دیگه. هر مشکلی داشتین کامنت بزن من میام جواب بدم دیگه. کامنت حسام خوشگله یادتون نره. آره همین تموم شد. الان ثبت نام کردی. بقیه مراحل هم که بهت گفتم دیگه. در کجا بری شناسه یک یاد دیگه. اینجا رو ببین همش فارسی دیگه. ثبت که میکنی کد ایرنیکت برات میاد. خب تو قسمت قبلی هم بهت گفتیم کد ایرنیک رو کجا باید وارد بکنی. این کارا رو انجام میدیم. میریم برای مرحله بعد. مرحله بعد میشه چی؟ میشه یه نکته رو بگم قبل که مرحله بعد، چون من شارژ لپتاپ ضعیفه دارم جانم. ما مرحله بعدی کار عملی. حالا شاید این مرحله مثلا این یکی دو قسمت‌های اوایل یه ذره واسه دشوار باشه، یه ذره واسه سخت باشه و اینا. مراحل بعدی نه کلا همین موضوع. آره همین موضوع رو الان انجام بدی یه ذره سختیشه. با اون 2 روزی که ثبت می‌کنی دامینت ثبت بشه که داریم ما آموزش بعدی همینجوری برات داریم میذاریم. میای سی پنل رو نگاه می‌کنی. هاست بازه. الان شما خریدتون می‌کنی هاست برات بازه. ما مرحله بعدی الان می‌خوایم بریم توی هاست، بریم سی پنل چی هست اصلا، هاست چی هست. این مراحل رو با ما ببین. 2 روز هم می‌خوای ثبت کنی که دامینت ثبت بشه. همین 2 روزه. بعدش دیگه سایت رو میاری بالا. برای خودت فروشگاه، حالا برای کسب و کارت میتونی اون سایت رو طراحی بکنی. میتونی نه یه ایده جدید بیاری. حالا این ایده جدید رو مثلا خودمون جلوتر بهت میدیم کامل که مثلا حالا این سایت شاپ رو زدی چیکار بکنی. اینا رو خودمون هم دیگه صحبت می‌کنیم. کلی ایده به هم دیگه میدیم. مرحله بعدیمون خیلی جذابه و الان صحبت دیگه یه خواهش دارم. خواب پای من بیا جلو. الان رفتم هاست دامن خریدم. لطفاً بخر. پله بخر. بعدی نیاز داریم. اگر نباشه تو ضرر می‌کنی. همونجا تو همون مرحله
تو همون مرحله که با هم داریم میریم جلو، شما هم پله پله با ما بیایید جلو که با هم بریم جلو. آمریکانمون خورد، من بقا بخورم. خودتون چیز دیگه غلط گرم یعنی یوتیوب آین فاینز بیشور. بریم. خیلی مخلصی. خیلی مخلص. خدا